آیا آماده اید تا مرزهای اکتشافات فضایی را بشکنیم و به سیاره سرخ سفر کنیم؟ با همکاری غول‌های فضایی ناسا و اسپیس اکس، رویاهای بشر برای سفر به مریخ به واقعیت نزدیکتر شده است. از سال 2035 اولین قدم‌های انسان روی مریخ گذاشته می‌شود. شما هم می‌توانید بخشی از این سفر هیجان انگیز باشید. با ما همراه شوید تا به اعماق فضا سفر کنیم و اسرار مریخ را کشف کنیم. از سال 2035 تا سال 3000 مریخ به خانه دوم انسان تبدیل خواهد شد. با ما همراه شوید تا آینده این سیاره سرخ را بسازیم. انسان برای نخستین بار قدم بر روی سیاره سرخ گذاشت. سفینه‌های فضایی حامل دانشمندان، مهندسان و محققان برجسته از ناسا و اسپیس ایکس مأموریت تاریخی خود را برای سکونت در مریخ با موفقیت به پایان رساندند. این پیشگامان فضایی با انجام آزمایش‌های علمی پیچیده و توسعه فناوری‌های نوین راه را برای ایجاد نخستین خانه انسان‌ها در مریخ هموار کردند. زیستگاه‌های هوشمند و خودکفایی که توسط ربات‌ها ساخته شده‌اند، آماده پذیرایی از ساکنان جدید خود هستند. این سازه‌های پیشرفته که با استفاده از مواد بازیافتی و فناوری چاپ سه‌بعدی ساخته شده‌اند، علاوه بر تأمین سرپناه، از ساکنان در برابر تشعشعات خطرناک مریخ محافظت می‌کنند. برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز ساکنان، سیستم‌های کشاورزی پیشرفته‌ای در زیر سطح مریخ ایجاد شده است. در این سیستم‌ها گیاهان دستکاری ژنتیکی شده و گوشت کشت شده در آزمایشگاه در محیطی کاملا کنترل شده پرورش می‌یابند. همچنین انبارهای بزرگی از مواد غذایی آشنا از زمین نیز برای تأمین نیازهای اولیه ساکنان در نظر گرفته شده است. مریخ، خانه جدید ما. جمعیت مریخ به ده‌ها هزار نفر رسیده و این سیاره سرخ حالا خانه جدیدی برای انسان هاست. ربات‌های هوشمند با هوش مصنوعی پیشرفته در کنار انسان‌ها زندگی می‌کنند و در ساخت ساز، آماده سازی غذا و انجام کارهای روزمره به آنها کمک می‌کنند. تراشه‌های کوانتومی و فوتونیکی فوق‌العاده سریع به این ربات‌ها توانایی انجام پیچیده‌ترین کارها را می‌دهند. گنبدهای زیست‌کره‌ای خانه‌های ما در مریخ هستند. در این گنبدها خاک مریخ با استفاده از فناوری‌های پیشرفته آماده سازی شده تا بتوانیم در آن کشاورزی کنیم. این گنبدها به تدریج بزرگتر شده و به هم متصل می‌شوند تا یک شهر زیر گنبدی بزرگ را تشکیل دهند. برای اینکه بتوانیم در مریخ نفس بکشیم، درختان مصنوعی و توربین‌های هوایی خاصی طراحی شده‌اند. این سازه‌های هوشمند دی اکسید کربن را جذب کرده و اکسیژن تولید می‌کنند تا هوای داخل گنبدها همیشه تازه و پاک باشد. با این فناوری‌ها مریخ کم کم به یک بهشت زمینی تبدیل می‌شود. سال 2045 دانشمندان با استفاده از پهپادهای پیشرفته و واقعیت مجازی گویی شخصاً در مریخ حضور دارند و به کاوش در مناطق صعب العبور این سیاره می‌پردازند. رادارها نیز تصویری دقیق از زیر سطح مریخ به آنها ارائه می‌دهند. سال 2050 زیستگاه‌های زیرزمینی در لوله‌های گدازه‌ای مریخ ساخته می‌شوند تا از ساکنان در برابر تشعشعات محافظت کنند. دانشمندان برای نخستین بار نشانه‌هایی از حیات میکروبی در مریخ کشف می‌کنند و ثابت می‌کنند که زمین تنها سیاره دارای حیات نیست. انرژی مورد نیاز مریخ از طریق پنل‌های خورشیدی و راکتورهای همجوشی تأمین می‌شود و چاپگرهای زیستی سه‌بعدی نیز اندام‌ها و پوست را تولید کرده و طول عمر ساکنان را افزایش می‌دهند. مستندی از زندگی روزمره مریخی‌ها به موفقیت بزرگی در سینما دست می‌یابد و به زمین‌نشینان تصویری واقعی از زندگی در سیاره سرخ ارائه می‌دهد. سال 2055 فضاپیماهای پیشرفته با موتورهای همجوشی سفر بین زمین و مریخ را به کمتر از 1 ماه کاهش می‌دهند. هوش مصنوعی فوق‌العاده‌ای وظیفه مدیریت و نظارت بر جنبه‌های مختلف زندگی در مریخ را بر عهده می‌گیرد. دانشمندان با استفاده از مهندسی ژنتیک فضانوردان را در برابر شرایط سخت مریخ مقاوم‌تر می‌کنند. درمان سرطان و استفاده از نانوربات‌ها برای ترمیم سلول‌ها نیز در مریخ رواج می‌یابد. پروژه‌های بزرگی برای افزایش منابع آبی مریخ در حال اجرا هستند و از نور خورشید برای ذوب کردن یخ‌های قطبی استفاده می‌شود. سال 2060 انسان‌ها با هوش مصنوعی ادغام می‌شوند تا توسعه و نوآوری در مریخ تسریع شود. رایانه‌های کوانتومی پیشرفته به مدل‌سازی اکوسیستم مریخ و زمین‌سازی کمک می‌کنند. اینترنت کوانتومی ارتباطات جهانی در مریخ را فراهم می‌کند و اقتصاد جدیدی بر پایه ارزهای دیجیتال شکل می‌گیرد. واقعیت مجازی سرگرمی اصلی ساکنان مریخ است و هوش مصنوعی نیز به عنوان یک همراه همیشگی در کنار آنها است. سال 2065 یک فاجعه در مریخ رخ می‌دهد. طوفان شدید تجهیزات را از کار انداخته و جان چندین نفر را می‌گیرد. این حادثه تلخ یادآور خطرات زندگی در سیاره سرخ است. در همین سال
اولین انسان به قله بلندترین آتشفشان منظومه شمسی در مریخ صعود می‌کند. این دستاورد بزرگ پیوند ما با مریخ را عمیق‌تر می‌کند. برای بهبود ارتباطات، شبکه‌ای از ماهواره‌ها بین زمین و مریخ مستقر می‌شوند و اولین نوزاد مریخی به دنیا می‌آید. سال 2070 شهرهای زیرزمینی با فناوری پیشرفته در مریخ ساخته می‌شوند که به ساکنان امکان زندگی لوکس و ایمن را می‌دهند. انرژی این شهرها از همجوشی هسته‌ای تأمین می‌شود و هوش مصنوعی مدیریت همه امور را بر عهده دارد. مریخ به مرکز اصلی استخراج معادن فضایی تبدیل شده و سیارک‌ها برای استخراج مواد ارزشمند مورد بهره برداری قرار می‌گیرند. دولت‌های شهری مستقلی در مریخ تشکیل می‌شوند و یک هیت حاکمه برای رسیدگی به امور مشترک آنها تأسیس می‌شود. شهرهای مریخی با میدان‌های مغناطیسی قوی محافظت می‌شوند تا ساکنان در برابر تشعشعات ایمن باشند. سال 2075 خودروهای پرنده سفر در مریخ را متحول می‌کنند. برخی از ساکنان مریخ به دلیل زندگی طولانی مدت در گرانش کم با مشکلاتی هنگام بازگشت به زمین مواجه می‌شوند. سال 2080 مردم خاطرات خود را به صورت ویدیو به اشتراک می‌گذارند تا به دیگران زندگی در مریخ را نشان دهند. سکونتگاه‌های جدیدی در نزدیکی آتشفشان‌ها و غارهای مریخ ساخته می‌شوند که منابع طبیعی و محافظت بیشتری را ارائه می‌دهند. سال 2085 جاذبه کمتر مریخ ورزش‌ها را متحول کرده است. بسکتبالیست‌ها می‌توانند تا ارتفاع شگفت‌انگیزی بپرند و اسکیتبازان حرکات پیچیده‌تری انجام دهند. اولین نسل از مریخی‌ها نیز هویتی کاملاً متفاوت با زمینی‌ها پیدا کردند. سال 2090 هوش مصنوعی و ربات‌ها نقش مهمی در زندگی مریخی‌ها ایفا می‌کنند. دستگاه‌های تکثیرگر انقلابی در ساخت و ساز ایجاد کرده‌اند و فناوری ابررسانه‌ها به پیشرفت‌های چشمگیری در پزشکی و انرژی منجر شده است. هر شهر مریخی به غلاف‌های سلامت مجهز شده است که تشخیص و درمان بیماری‌ها را آسان‌تر می‌کند. تلسکوپی عظیم در دل یک دهانه امکان رصد عمیق‌تر کیهان را فراهم کرده است. سال 2095 پیشرفت در فناوری فضایی سفر بین زمین و مریخ را بسیار سریعتر کرده است. کشورهای مختلف پایگاه‌هایی در مریخ ساختند و هر کدام سبک معماری و فرهنگی خاص خود را به نمایش می‌گذارند. برای زمینسازی مریخ، دستگاه‌های هسته‌ای در قطب‌های این سیاره قرار گرفتند تا یخ‌ها را ذوب کنند. برخی از ساکنان مریخ با این طرح مخالف هستند و نگران پیامدهای زیست محیطی آن هستند. سال 2100 انسان‌ها با استفاده از رابط مغز و رایانه می توانند به صورت تلپاتی با هم ارتباط برقرار کنند و ربات‌ها را با ذهن خود کنترل کنند. همچنین می توانند هوشیاری خود را به آواتارهای رباتیکی منتقل کنند تا به صورت مجازی در مریخ حضور داشته باشند. برای محافظت از مریخ در برابر تشعشعات خورشیدی، یک آهنربای الکتریکی بزرگ در نقطه لاگرانژ L1 قرار گرفته است. سیاره سرخ دیگر تنها یک نقطه سرخ در آسمان شب ما نیست. مریخ امروزه به یک شاهکار مهندسی تبدیل شده است. هایپرلوپی که زمانی روی زمین تصور میشد، حالا رگ‌های حیاتی مریخ را تشکیل می‌دهد و شهرهای آن را به هم پیوند زده است. ساخت و ساز در این سیاره با سرعتی باور نکردنی انجام می‌شود. سازه‌هایی که با مواد هوشمند ساخته شده‌اند، خود را با محیط خشن مریخ تطبیق می‌دهند و در برابر طوفان‌های شن و تغییرات دمایی مقاومت می‌کنند. اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود. فوبوس و دیموس، قمرهای کوچک مریخ، حالا به مقاصد گردشگری لوکس تبدیل شدند. شهروندان مریخی با آسانسورهای فضایی به این قمرها سفر می‌کنند و از مناظر بی‌نظیر سیاره سرخ لذت می‌برند. این آسانسورها نه تنها جاذبه گردشگری هستند، بلکه هزینه‌های سفر بین سیاره و قمرهایش را هم کاهش دادند. در سطح مریخ زندگی در حال شکوفایی است. باکتری‌هایی که با دقت انتخاب شده‌اند، سنگ‌ها را تجزیه می‌کنند و خاک حاصلخیزی برای رشد گیاهان فراهم می‌کنند. این گیاهان به نوبه خود دی اکسید کربن را جذب کرده و اکسیژن تولید می‌کنند. علاوه بر این، نانو ربات‌های هوشمند در جو مریخ مشغول به کار هستند و دی اکسید کربن را به اکسیژن تبدیل می‌کنند. با این همه تلاش، پیش بینی می‌شود که مریخ در آینده‌ای نه چندان دور قابل تنفس پیدا کند و به خانه‌ای جدید برای انسان‌ها تبدیل شود. سال 2200 مریخ به طور رسمی از زمین جدا می‌شود و به یک سیاره مستقل تبدیل می‌شود. سفرهای فضایی بین سیاره‌ای رواج می‌یابد و مریخ به یک قطب مهم اکتشافات فضایی تبدیل می‌شود. سال 2300 اولین فدراسیون بین سیاره‌ای تشکیل می‌شود و سیارات مختلف به همکاری با یکدیگر می‌پردازند. مریخ با نصب مجسمه‌های هنری عظیم در سطح سیاره، هویت فرهنگی خود را به نمایش می‌گذارد. ساکنان مریخ با استفاده از هولودک‌ها می‌توانند به صورت مجازی به سیارات دیگر سفر کنند. سال 2500 اولین فرد متولد شده در مریخ همچنان زنده است و به لطف پیشرفت‌های پزشکی،
طول عمر انسان‌ها به طور قابل توجهی افزایش یافته است. یک حلقه ابررسان‌های عظیم در اطراف مریخ ایجاد شده است که به ایجاد تنفس کمک می‌کند. باکتری‌ها و گیاهان به مریخ آورده شده‌اند تا اکوسیستم سیاره را تغییر دهند. سال 2700 ساخت یک زیستگاه فضایی استوانه‌ای در کمربند سیارک‌ها آغاز می‌شود. سال 2800 زمینسازی مریخ با موفقیت به پایان می‌رسد و سیاره به یک بهشت زمینی تبدیل می‌شود. اقیانوس‌ها، جنگل‌ها و حیوانات متنوعی در مریخ پدیدار می‌شوند. شهرهای مریخی به مراکز توریستی مهم تبدیل می‌شوند و بسیاری از مردم زندگی در مریخ را به زمین ترجیح می‌دهند. مریخ، بهشت جدید بشر. سال 3000 است و مریخ دیگر، سیاره سرخ و بیجان نیست. این سیاره اکنون به بهشتی زمینی تبدیل شده است که رویاهای بشر را به واقعیت تبدیل کرده است. با تلاش‌های بیشمار دانشمندان و مهندسان، مریخ به طور کامل زمینسازی شده و به سیاره‌ای قابل سکونت برای انسان‌ها تبدیل شده است. آسمان آبی و جنگل‌های سرسبز. آسمان مریخ حالا آبی رنگ شده است و نسیم ملایمی از آن می‌وزد. جنگل‌های انبوه و سرسبز سطح سیاره را پوشانده‌اند و اقیانوس‌های پهناور زیبایی آن را دوچندان کرده‌اند. جزیره‌های بکر در دل این اقیانوس‌ها بهشتی برای ماجراجویان و طبیعتگردان شده است. زندگی در مریخ به قدری جذاب شده است که بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند به جای زمین در این سیاره جدید زندگی کنند. هوای پاک، محیط آرام و امکانات پیشرفته مریخ را به مقصدی ایدئال برای زندگی تبدیل کرده است. یک شروع جدید. مریخ ماجراجویی جدیدی را برای بشر رقم زده است. ماجرای تسخیر یک سیاره و ساختن خانه‌ای جدید در دل کیهان. این داستان نشان می‌دهد که انسان‌ها با تلاش و پشتکار می‌توانند هر چیزی را ممکن سازند.